بچه‌ها امروز اومدم با معرفی یه بازی شاهکار قدیمی که تو دوران خودش این بازی واقعا خدا بوده. اسم بازی از تام رایدر 2013 که در سبک اکشن ماجراجویی و توسط استودیوی کریستال داینامیکس در سال 2013 برای پلی‌استیشن 3، پلی‌استیشن 4، ایکس باکس 360، ایکس باکس وان و پی سی منتشر شد. داستان این بازی راجع به لارا کرافت که در جزیره مرموز گیر میفته و علیه فرقه خطرناک میجنگه تا راز ملکه هیمیکو رو کشف کنه و در نهایت دوستانش رو از این جزیره نجات بده و با هم از جزیره فرار کنن. همونطور که میبینید گرافیک بازی واقعا فوق‌العاده است. این بازی تو دوران خودش با همچین گرافیکی بی‌نظیر بوده. محیط و نورپردازی این بازی همونطور که میبینید به شدت جذابه. حجم بازی 20 گیگه و شما میتونید این بازی رو از سایت معتبر دانلود کنید و از بازی کردنش لذت ببرید. پیشنهاد میکنم کسایی که سری نسخه های بازی تام رایدر رو بازی نکردند حتما بازی کنند و به هیچ وجه از دست ندن.